خوب هستین آقا؟ بخیر هستین حتما. خودتان یک معرفی میکنید؟ بنده رحیم الله از ولایت بدخشان هستم. محصل صنف چهارم 15 زراعت دپارتمنت اگرونومی. خوب است. خیر چطوری امروز به پارک آمده بودین؟ همین پارک یک چکر آمدیم، یکم دلمون تنگ شده بود، گفتیم بریم یک فضای سبزنده یک خدا آزاد کنیم، یکم دلمون باز شه. نه قبلا هم در فاریاب آمده بودن یا اولین بارتان است؟ نه 4 سال تقریبا سال آخر دانشگاهمون است. 4 سال همی جانده بودیم، 4 سال در همی دانشگاه آخر چه زنده ولایت فاریاب زندگی کرده کسی. بله. سعیش خیر هر روز در پارک میایین یا یگان روز؟ نه یگان روز که دلمان گرفتگی باشه باز میایم می طرف یک چکر دور خدا خوب است. خوب است. خیر در لیلی هستن یا؟ نه اتاق داریم، اتاق در لیلی یک 2 سال در لیلی موندیم دیگه، حالی اتاق داریم. تمام 2 سال تنها در لیلی اجازه است که از طرف دولت در لیلی زندگی کردن اجازه میده، باز 2 سال بعد صنف‌های دیگر اجازه میده. تا صنف دیگر میگذاره در داخل لیلی زندگی کنی دیگه، باز از صنف دیگر که پورا کردی در لیلی باز اجازه نمیده اتاق بگیری. کنکور دادین باز خودتان فاریاب انتخاب کردن یا چانسی طرف افتادین؟ نه کنکور که دادم همی جا را انتخاب کردم، موقع فاریاب انتخاب کردیم دیگه همی جا بر اومدیم. خوب است. قبل از امتحان کنکور فاریاب هم دیده بودین؟ نه تا قبل از اینکه امتحان کنکور بودم نتیجه به اینجا برای ولایت فاریاب نیامده بودیم، ندیده بودیم ولایت فاریاب. چه رقم احساس میکنین در فاریاب هستین؟ والا خوب است، احساسی آرامش داره، هرچند دور از وطن هم است لیکن بازم 4 سال هستیم آشنا شدگی سیم با مردم دیگه خوب است. برای فعلا ولایت فاریاب واقعا ولایت سرسبز، ولایت آب هوای خوب داره نسبتا. گفتین در بدخشان هستین؟ بله. خوب است. همین مردمای بدخشان زیادشون در فاریاب محصول هستن نه؟ بله. ولایت بدخشان خو ماشاءالله نفوس زیاد است، در حدود 28-29 ولسوالی داره. باز تنها دانشگاه بدخشان گنجایش و نفوس نداره. باز هر طرف هر ولایت اونده مردمای بدخشان، بچهای بدخشان، دانشجوی بدخشان زیاد هستند در چیزای دانشگاه دیگه هم، به خاطر ازدیاد نفوس داره.